میدونی بهترین راه واسه این که از شر یکی خلاص شو، عذاب وجدان نداشته باشی، اینه که راستشو بهش بگی. راستشو بگو از شرم خلاص شو. آدم عاشق چیزای سخت میشه. چیزای راحت غیر قابل اعتمادن، مشکوکن. تو خیلی راحتی، نه گیری نه گوری. خب معلومه تو هم سرت یه جا دیگه گرمه، وگرنه گیر میدادی، شک میکردی حداقل یه بار. مریضم خودم رو عذاب بدم یا تو دنبال درد سری؟ یا نه عادت کردی به موسموس کردن دنبال کسی که رو انگوش بچرخونت تا آخرش هم غلطی دلش خواست بکنه؟ یکی تو حسین خودت. من نگفتم تو بدی، اتفاقا منظورم اینه که چون بیش از حد خوبی بده. این غیر قابل باوره. کی این بلا رو سر شما آورده؟ عجیبه. عجیب نیست، الان همه همینجوری طبیعیه. این چیزی که تو هستی عجیبه. انگار دلفینا پرواز میکنن. چیزی که شما هستی از پرواز دلفینا عجیب تره. اصلا تو یه آدم مثل خودت به معرفی کن، تو رفیقات، تو آشناهات، اصلا هر کی. بابام. اونا خیلی بزرگن، قدیمی هن. این کارا واسه آدم بزرگاست، نه پسر بچه های